هر خانم و آقایی اگه میخوان دچار پیری زودرس نشن و دوباره پوستشون کلاژن سازی کنه، باید این روغن رو تو خونه داشته باشن. این روغن قوی ترین مرطوب کننده است، لطیف ترین روغن هاست، به راحتی نفوذ میکنه، از پیری زودرس جلوگیری میکنه، تا سلای پوستتو عمیقاً آبرسانی میکنه. یک کلاژن ساز فوق العاده است و وقتی مرتب ازش استفاده میکنی چروک های صورتت محو میشه. قوی ترین لکه بر صورت هست و تنظیم کننده pH پوستته. پس شما هر نوع پوستی که داشته باشی به راحتی میتونی از این روغن استفاده کنی. این روغن جوانه گندمه. اگه دوست داری که بدونی دقیقاً چطور درست میشه، میتونی تو کانال تلگراممون ببینی. نحوه استفادهش هم کپشنو بخون. هر خانم و آقایی اگه میخوان دچار پیری زودرس نشن و دوباره پوستشون کلاژن سازی کنه، باید این روغن رو تو خونه داشته باشن. این روغن قوی ترین مرطوب کننده است، لطیف ترین روغن هاست، به راحتی نفوذ میکنه، از پیری زودرس جلوگیری میکنه، تا سلای پوستتو عمیقاً آبرسانی میکنه. یک کلاژن ساز فوق العاده است و وقتی مرتب ازش استفاده میکنی چروک های صورتت محو میشه. قوی ترین لکه بر صورت هست و تنظیم کننده pH پوستته. پس شما هر نوع پوستی که داشته باشی به راحتی میتونی از این روغن استفاده کنی. این روغن جوانه گندمه. اگه دوست داری که بدونی دقیقاً چطور درست میشه، میتونی تو کانال تلگراممون ببینی. نحوه استفادهش هم کپشنو بخون. هر خانم و آقایی اگه میخوان دچار پیری زودرس نشن و دوباره پوستشون کلاژن سازی کنه، باید این روغن رو تو خونه داشته باشن. این روغن قوی ترین مرطوب کننده است، لطیف ترین روغن هاست، به راحتی نفوذ میکنه، از پیری زودرس جلوگیری میکنه، تا سلای پوستتو عمیقاً آبرسانی میکنه. یک کلاژن ساز فوق العاده است و وقتی مرتب ازش استفاده میکنی چروک های صورتت محو میشه. قوی ترین لکه بر صورت هست و تنظیم کننده pH پوستته. پس شما هر نوع پوستی که داشته باشی به راحتی میتونی از این روغن استفاده کنی. این روغن جوانه گندمه. اگه دوست داری که بدونی دقیقاً چطور درست میشه، میتونی تو کانال تلگراممون ببینی. نحوه استفادهش هم کپشنو بخون. هر خانم و آقایی اگه میخوان دچار پیری زودرس نشن و دوباره پوستشون کلاژن سازی کنه، باید این روغن رو تو خونه داشته باشن. این روغن قوی ترین مرطوب کننده است، لطیف ترین روغن هاست، به راحتی نفوذ میکنه، از پیری زودرس جلوگیری میکنه، تا سلای پوستتو عمیقاً آبرسانی میکنه. یک کلاژن ساز فوق العاده است و وقتی مرتب ازش استفاده میکنی چروک های صورتت محو میشه. قوی ترین لکه بر صورت هست و تنظیم کننده pH پوستته. پس شما هر نوع پوستی